جدا شدن اسیب سعید از آریانا سعید، اما چرا کارهای باور نکردنی آریانا سعید با مردان عرب در دبی؟ آریانا سعید اکنون در کدام کشور زندگی می کند و به چی دلیل از اسیب نامزدش جدا شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدا، یکی از چهره‌های مشهور در هنر موسیقی افغانستان بوده است. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقه‌مندان و طرفدارانش کسب کرده است. دوستداران آریانا سعید همیشه کارهای هنری آریانا سعید را استقبال کردند و مورد حمایت و تشویق افغانها قرار می‌گیرد. اما سالا کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می‌کند. آریانا سعید با اسیب در سال 2018 در کشور استرالیا در جریان برگزاری یکی از کنسرت‌هایش نامزد شدند، ولی تا کنون آریانا سعید و اسیب ازدواج نکردند، ولی همیشه اسیب در برنامه‌های هنری و کاری آریانا سعید با وی همراه بوده است. آریانا سعید چندی می شود تصاویرش در صفحات مجازی کاملا جداگانه نشر می شود که وی از نامزدش اسیب سعید جدا شده است. اسیب در اصل ازدواج کرده بود و از همسر اولش دارای 2 فرزند می باشد. همسر اول اسیب سعید در کانادا زندگی می کند. گاه اسیب برای دیدار است فرزندانش با کانادا سفر می کنند. اما تا کنون آریانا سعید و اسیب درباره جدا شدنشان ابراز نظر نکردند، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌های آریانا سعید خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت خوبی کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا و اسیب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان. از بارگاه عزت الله یزال استدعا دارم تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.